سلام. تو این تحلیل میخوایم بریم سراغ قلب قانون مدنی ایران و مواد 1 تا 15 رو با هم ماده خوانی کنیم. هدف اینه که به صورت دقیق و کلمه به کلمه روی این مواد مسلط بشیم، انگار که داریم برای یک آزمون مهم آماده میشیم. پس بیایید شروع کنیم. خب، نقشه راهمون چیه؟ ما 6 تا بخش اصلی داریم. از این شروع می‌کنیم که اصلا یک قانون چطور به وجود میاد و بعد قدم به قدم جلو میریم تا برسیم به تعاریف خیلی مشخص مثل مال غیرمنقول. بسیار خوب، بخش اول، روند تصویب و انتشار. اینجا قراره به یه سوال خیلی اساسی جواب بدیم. یک مصوبه چطور دقیقاً تبدیل به قانونی میشه که همه ما باید ازش تبعیت کنیم؟ جواب این سوال کلیدی دقیقاً در ماده 1 قانون مدنی اومده. بیایید با هم مراحلش رو مو به مو بررسی کنیم. خب، ماده 1 این مسیر رو برامون روشن میکنه. یک فرایند 3 مرحله‌ای با زمانبندی‌های خیلی دقیق. اول مجلس تصویب میکنه، بعد رئیس جمهور فقط 5 روز وقت داره که امضا و دستور اجرا بده و در نهایت روزنامه رسمی 72 ساعت فرصت داره تا اون رو منتشر کنه. یادتون باشه این زمانبندی‌ها قطعی و الزامی هستن. اما یه سوال پیش میاد. اگه رئیس جمهور امتناع کنه چی؟ قانون اینجا متوقف میشه؟ نه. تبصره ماده 1 دقیقاً برای همین جاست. میگه اگه رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ خودداری کرد، رئیس مجلس رأساً دستور انتشارش رو به روزنامه رسمی میده. این یه جور مکانیزم کنترلیه تا روند قانونگذاری متوقف نشه. حالا بریم سراغ ماده 2. اینجا یه عدد کلیدی داریم، 15 روز. این عدد یعنی چی؟ یعنی وقتی یه قانون تو روزنامه رسمی منتشر شد، به طور پیش‌فرض 15 روز بعد در سراسر کشور لازم الاجرا میشه. البته مگر اینکه خود قانون زمان دیگه‌ای رو مشخص کرده باشه. این اصل کلیه. ماده 3 یه قانون خیلی ساده ولی فوق‌العاده مهم رو میگه. تنها مرجع رسمی برای انتشار قوانین روزنامه رسمی هست. همین و بس. هیچ کانال دیگه‌ای اعتبار قانونی نداره. خب، تا اینجا فهمیدیم قانون چطور به وجود میاد. حالا تو بخش دوم میریم سراغ این که این قانون به چه کسایی و چه زمانی اعمال میشه. ماده 4 یکی از پایه‌ای ترین اصول حقوق رو بیان میکنه. بهش میگن اصل عدم عطف قانون به ما سبق. یعنی چی؟ یعنی قانون برای آینده نوشته میشه، نه گذشته. قانون روی اتفاقاتی که قبل از لازم الاجرا شدنش افتاده اثری نداره، مگر اینکه خود قانون به صراحت این اجازه رو داده باشه. ماده 5 یه اصل مهم دیگر رو میگه. اصل صلاحیت سرزمینی. خیلی ساده است. هر کسی که تو خاک ایرانه، فرقی نداره ایرانی یا خارجی، باید از قوانین ایران تبعیت کنه. البته استثناءاتی هم وجود داره که قانون مشخص کرده. بخش سوم یکم تخصصی تر میشه. میریم سراغ قوانینی که به خود اشخاص مربوطن، یعنی احوال شخصیه. اینا قوانینی هستن که با آدم‌ها سفر میکنن، فارغ از اینکه کجا زندگی میکنن. اینجا ماده 6 و 7 موضوع رو برامون باز میکنن. ماده 6 میگه اگه شما ایرانی هستی، هر جای دنیا که باشی، قوانین احوال شخصی ایران مثل ارث، اهلیت و مسائل مربوط به ازدواج برات لازم الاجراست. از اون طرف ماده 7 به اتباع خارجی که تو ایران هستن اجازه میده تو همین مسائل تا جایی که معاهدات بین المللی اجازه میدن از قوانین کشور خودشون پیروی کنن. خب، حالا از اشخاص فاصله میگیریم و میریم سراغ دارایی‌ها و تعهدات. بخش 4 در مورد اموال، معاهدات و قرارداد هاست. ماده 8 تکلیف رو کاملا روشن کرده. وقتی پای اموال غیر منقول، یعنی همون ملک و املاک، تو ایران وسط باشه، فقط و فقط قانون ایران حاکمه. ملیت مالک هیچ اهمیتی نداره. ماده 9 خیلی مهمه، چون به رابطه حقوق داخلی و بین المللی میپردازه. میگه معاهداتی که طبق قانون اساسی بسته میشن دقیقاً مثل یه قانون داخلی قدرت و اعتبار دارن و باید اجرا بشن. و اما ماده 10 یکی از ستونهای حقوق خصوصی، اصل آزادی قراردادها. این ماده میگه قراردادهای خصوصی شما کاملاً معتبره به شرطی که علناً با قانون مخالفت نداشته باشه. ماده 11 یه تقسیم بندی خیلی پایه‌ای و مهم رو مطرح میکنه.
میگه همه اموال یا منقول هستن یا غیر منقول. این دوتا دسته اساس حقوق اموال رو تشکیل میدن و در ادامه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. بسیار خوب. بخش پنجم. بیایید با دسته اول شروع کنیم. ببینیم قانون مال غیر منقول رو دقیقاً چطور تعریف میکنه. این تعریف دقیق ماده 12 است. نکته کلیدی اینجاست. آیا جابجا کردنش باعث خرابی خود اون مال یا محلش میشه یا نه؟ اگه جواب مثبته، اون مال غیر منقوله. این ملاک اصلی تشخیص ماست. خب، تعریف رو فهمیدیم. حالا برای اینکه هیچ شکی باقی نمونه، قانونگذار تو بخش ششم میاد یه سری مثال عینی یا همون مصداق رو هم ذکر میکنه. بریم ببینیم چی هستن. مواد 13 و 14 مصداق‌های روشن رو برامون لیست میکنن. چیزهایی مثل زمین و ساختمون، لوله‌هایی که تو بنا کار گذاشته شدن یا حتی آینه و تابلویی که اگه از دیوار جداشون کنی به دیوار یا خود تابلو آسیب میرسه، غیر منقول حساب میشن. ماده 15 یه نکته خیلی جالب و دقیق در مورد محصولات کشاورزی داره. میگه تا وقتی محصول به زمین وصله و درو نشده، جزو اموال غیر منقوله. اما به محض اینکه درو میشه و از زمین جدا میشه، تبدیل میشه به مال منقول. وضعیت حقوقیش کاملا عوض میشه. خب، با بررسی این مواد حالا تعریف دقیق مال غیر منقول و مصداقهاش رو میدونیم. این تحلیل رو با یه سوال کلیدی تموم میکنیم که ذهنتون رو برای مبحث بعدی آماده کنه. اگه اینا غیر منقول هستن، پس تعریف دقیق قانون از اموال منقول چیه؟